سلام تماشابینان عزیز، محفلی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان را که به بچه های کتابخوان و کتاب دوست تاجیکستان بخشیده شده است آغاز می نماییم. در محفل ما یک گروه خوانندگان مؤسسه تعلیمی میانی عمومی رقم 26 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اشتراک دارند. در این محفل ما یکی از حکایه های بهترین ادیب معروف تاجیک بهرام فیروز معلم سختگیر را محاکمه میکنیم. من باور دارم که بچه ها حکایه را با دقت خواندند. حکایه چندان بزرگ نیست، یعنی به حجم حکایه کوتاه است، لیکن بسیار حکمت بلند دارد و باور دارم که بچه ها آماده هستند، بحث هم میکنند، اندیشه هایشان را بیان میکنند و ما حکمت همین حکایه را به تماشابینان از جمله به یکدیگر پیشنهاد میکنیم. معلم سختگیر کی مضمون مختصر همین حکایه را با چند جمله نقل میکند. مرحمت. حکایه معلم سختگیر یکی از حکایه های بهترین و تربیوی ادیب و نویسنده مشهور تاجیکستان بهرام فیروز می باشد که آن را بهر بچگان با یعنی با استعداد بلند و مضمون خوبی تربیوی پیشنهاد نموده است که در این حکایه جهت تربیوی خیلی زیاد بوده. برای کودکان و نورسان از این حکایه جهت های تربیوی خوب را می آموزند، یعنی خواندن و از یاد کردن آثارها. اینچنین آنها یعنی از این حکایه میتوانند به خود آداب و آداب زیادی رو یعنی به خود گیرند. مؤلف به ناحیه یعنی یاوان می رود و در آنجا دوستی دوران کودکیش شادی رو یعنی همچون همسبقی او بود شادی رو میبیند و یعنی خاطره های شیرین کودکی که با شادی گذرانده بود آنها را به یاد می آورد و این لحظه ها را به خود تصور میکند. او میگوید که یعنی با شادی که از دوستان بهترین او بودند و آنها در یک مکتب تحصیل می نمودند. هرچند که او با شادی تحصیل میکرد اما شادی بچه آنقدر خوب نبود. از یک جهت او بچه بسیار هم شوخ طبیعت بود و از سبب آنکه او یعنی یگانه پسر بود یعنی مادرش و دیگران به او یعنی به بسری های او نگاه نکرده یعنی او را سرزنش نمی نمودند. از همین سبب شادی یعنی یک رو گشته بود. او در مکتب بسری های زیاد میکرد، یعنی طلبه ها یعنی همسنفان خود رو آزار میداد و همین طور روز می شود به مکتب آنها یک معلمه خوب میباید و او صالحه کریمه نام داشت. برابری با مکتب آمدن معلمه در دهه و در مکتب اینچنین واقعه های زیاد رخ میدهند و پیشروی های زیاد به نظر میرسند. معلمه با آنها بسیار چیزها را می آموخت و همین طور هم او را حرمت میکردند. اما شادی چطور که گفتم بچه شوخ بود، او یعنی با این معلمه نیز یعنی یک روی کرده سخنهای او را گوش نمیداد و همین طور عاقبت این کارهای شادی با واقعی یعنی ناخوش انجامید. چطور که گفتم بهرام فیروز یعنی هنگامی در خیالهای شیرین بودن با نزد یعنی او به یکی از همسنفان خود گلصفت وا میخورد و آنها باز هم یعنی یادی روزگاری یعنی پیشینه خود را می آورند و در همین مسئله ها با هم مصاحبه میکنند. و چطور که گفتم بعد از این واقعه ها شادی با وجود کلان شدنش یعنی این خصلت ها رو نپرتافته بود و همین طور او به زندان می افتاد و آنها باز واقعه های دیگر رو نیست با هم دیگر یعنی مکالمه میکنند. نصاب کوتاه نقل کرد. ما فهمیدیم که مؤلف یعنی یک قهرمان اساسی حکایه به ناحیه یاوان می رود. در آنجا جوی کلان کنده بودن، جوی نو نقب کشاده بودن قریب 7.5 کیلومتر. آبی نو آمد به دشت تشنه یاوان و میخواست که یک مقاله نویسد. بناخواست دید که در دهان نقب در درون جوی یک همسنفش ایستاده هستند. شادی همین چرا وقتی که مؤلف خیلی گفتیم که بهرام فیروز با شادی وقتی مراجعت کرد گفت که شادی سلام،
چرا شادی از درون جوی برآمده به نزد بهرام فیروز نآمد؟ مرحمت. شادی محبوس است، با وی اجازت نیست که به نزد بهرام فیروز رود. از همین سبب وی نتوانست که به نزد دوستش رود و پاسبان‌های دم در به بهرام فیروز گفتند که تو از اینجا دور شو، اینجا محبوس است و به نزد وی نرو، یگان ضرر به تو نرسد. یعنی شادی دیگر شادی آزادی ایام مکتبی نبود. یعنی در تنش هم در بر لباسی زندانی محبوسان داشت و در درونی آب بود. وقتی که مؤلف شادی را دید گفت که سلام شادی، چه خیل، به تو یگان چی در کار است؟ شادی چی جواب داد؟ مرحمت. وقتی که بهرام فیروز شادی را می‌بیند و او اول جواب سلام می‌دهد و او و شادی نیز جواب سلام او را برمیگرداند و او وقتی به او میگه من تو را برگیریت روم یگان سوغاتی آرم، در جواب شادی به او میگه هیچ چیز در کار نه، فقط دیداری گرمش ما در کار. و از این سخنان شادی بهرام فیروز به حیرت می‌آید و بعد به خود میگوید که این شادی همان شادی پورینه نیست و او خیلی دیگرگون شده است. اگر پیش می بود، زمانی پیش می بود، اگر زمانی پیش می بود او البته که یگان سوغاتی آر میگفت، یگان چیز با خود بیار با ما گوشت بریان بیار میگفت، گوشت بریان اوش رو بیار که ما همراه بشینیم. حتی اوش پلاو ها لیکن این دفعه گفت که دیداری شما نیست. در همین جا ادیب مؤلف حیران می شود چی شد به شادی که عموما تماما آدم دیگر بود، بچه دیگر بود، آدم دیگر شد. کی دیگر کرد شادی را؟ چه خیلی دیگر شد؟ از این سبب مؤلف حیران می شود که این شادی چه خیلی دیگرگون شد. چه خیلی گفت که به من دیدار شما در کار است. پیشتر دیگر چی می پرسید؟ سیاره نیسا گفت که مؤلف با شادی در بچگی دوست بودند. همین خیلی است. بله، بهرام فیروز با شادی دوست بودند. همین خیلی فکر میکند. همین نویسنده همین قصه مؤلف یعنی روزنامه نگار با شادی دوست بود، جوره بودن هر دشان. اگر شما مرحمت یک فکر است شادی در اینجا بهرام فیروز با شادی همسایه بودند و خانه آنها در نزد خانه شادی اینا می باشد. از همین سبب آنها هر روز با هم دیگر به مکتب رفته و با هم سبق می گرفتند. یعنی دوست بودند؟ بله، هم دوست بودند هم همسایه. شما بچه عزیز دوست رو بسیار سبک گرفته. دوست از آشنا، از شناس، از همسایه، از همسنف خیلی بلندتر است. خب تو یگون چی گفتم میخوای؟ مرحمت. شادی با بهرام دوست نبودند، چون که اگر که آنها دوست می بودند آن هیچ وقت به کارهای بد دست نمیزد. بهرام او را پیشگیری میکرد. بهرام بچه خوش معامله، آرام، کتابخوان، کتاب دوست، با ثواب و با آداب بود. حتی مادری بهرام با وقتی که مادر بهرام را جنگ میکند برای آنکه نمیخواست که با شادی دوستی کند، چون که شادی پسر خوب نبود و او خیلی بد کردار بود، همه او را بد میدید. مکرمه، همه مادرت به تو یکون بار گفتن یا پدرت گفتن یا بابای بیبیت که با فلان دخترک یا با فلان همسنفت دوستی نکن، نشین، نرو به خانه شانه، به کوچه نبرو، گفتن؟ نگفتن. مثلا به من مادرم میگفتن که از فلان کس، از فلان بچه یا از فلان آدم احتیاط باش. شاید به بعضی شما گفته باشند. اگر حکایه رو با دقت خوانید شادی بچه خوب نیست و بچه مشتزور است، حتی میزند، دخترها رو مسخره میکند. ما از این حکایه فهمیدیم که بهرام با شادی دوست نبود. شادی عموما یگان دوست نداشت. اکنون شما کی جرأت یافته گفته میتواند که در صنف شما هم شادی ها هستند؟ ما البته مشاهده کرده میتونیم در زمانی حاضر این گونه بچه ها نیز بدکرداری میکنند و ما آنها رو باید برای راست هدایت نماییم و همچون دوست با آنها رفتار درست رو نشون بدهیم. باز کی گفته میتواند در صنف ما هستن میخل بچه ها؟
در صنف ما این خیلی بچه ها هم هستند، اما بچه های هستند که از نادانی آنها پی نبرده با آنها دوستی میکنند و با آنها یکجا شده بر راه نادرست میروند. من هم باور دارم که قریب در هر صنف یک نفر، دو نفر، سه نفر، در بعضی صنف ها 4 5 8 نفر شادی ها هستند. بچه های ایرکه حتی به سخن پدر و مادر خود گوش نمیدهند. با دقت نگاه کنید، بینید، سنجید، هستند. از همین سبب از حاضر دانستن در کار که یک روز اگر ما خاموش استیم، یکون چاره نبینیم، هم صنفان، هم دیگران، هم پدر و مادر، هم آموزگاران، هم مردم کوچک هم اعتبار ندهند، چیزی نگویند، نصیحت نکنند، از گوشش نکشند، به قوله میدونید چی میشود؟ تقدیر شادی میشود. یک روز در درون جویبار، در درون نقب و میخوریم همین خیلی آدمان را. برای چی بهرام فیروز حکایه خود را معلم سختگیر عنوان گذاشت؟ همین معلم سختگیر کی است؟ معلم سختگیر این صالحه کریمова می باشد. معلمه صالحه کریمова. واقعا همین معلم سختگیر بود صالحه کریمова. و معلم سختگیر نبود و با همین تنها که با شاگردان خود همین درس زندگی را نکی، با دختران گلدوزی را، با پسران نکی زندگی را می آموزد. و با حتی مادران بودند که وقتی که روزای یک شنبه و شنبه با خونه همین شاگردان خود می رفتند، مادران آنها نکی از همین حتی نمیخواستند که معلمه صالحه کریمova را یعنی که بینن آنها، یعنی که از همین معلمه را نمیدیدند و همین معلم صالحه کریمova بسیار بعد با خونه شادی می رفتن. بسیار بد یا بسیار نیک؟ بسیار نیک. به خانه همی شادی می رفتن. به خانه شادی رفته. برای چی بعضی آدمان در دهه معلم صالحه رو بد می دیدن؟ حتی بعضی ها چاره های قطعی می دیدن که معلمه به خانه شون نداره. چیکار میکردن؟ از آن سبب که معلمه رو آنهاش بد میدیدن و آنها نمیخواستند که معلمه صالحه کریمova به خانه آنها بیاید، آنها سگای خود رو سر میدادند تا که معلمه به خانه آنها نآید. البته همه نه، لیکن در دهه همین خیلی آدم ها بودن. همین در مکتب شما از همه معلم سختگیر، آموزگار سختگیر کی؟ به خیالم روزی قف جابیر. سخت جابیر از شما سخت طلب میکنه. بله. و شما دوست می‌دارید؟ بله. گوش کنید، اگر تمام آموزگاران استادان ما سری ما رو سیله کرده گویند که دخترم، پسرم، تو باید خانه کلان شوی، با سواد شوی، اکثریت ما آدمی خوب نمیشویم. واقعا در برابر مهربان بودن سختگیر هم بودن در کار است. اصلا آموزگاران چقدر سختگیر باشند به فایده شما است. همین آموزگار چقدر مهربان شود، همین قدر شما کمتر کتاب میخوانید. برای همین معلمه صالحه کریمova به خانه شاگردانش میرفت و فقط وابسته به تعلیم و تربیه همون آدم، همین شاگرد نه، با بعضی سخنهای دیگر هم میگفت. مثلا به یک خانه در آمده چی میگفت؟ او به خانه شاگردانش میرفت و به هر یک کس توصیه خود را میداد. باره با یاد دارم که به خانه ما آمده بود و به مادرم توصیه داده بود که وقتی هنگام گریه کردن کودک گهواره را سخت نجنباند. المی خیلی بسیار ایراد میگرفت، برای اون که معلمه از شهر رفته بود. معلمه واقعا بچه ها را دوست می داشت، میخواست که بچه ها در عائله های با فرهنگ باشند، در عائله باشد که پدر و مادر هم با آداب است، با تمیز است، با سواد است. از این سبب چه معلمه به هر خانه میرفت میگفت که چرا در خانه شما کتاب نیست؟ خوب یا چرا خانه شما رفتگی نیست؟ از این سبب بعضی پدر و مادران سخت میرسد. پدر و مادران رو میدانم که حتی در شهر دوشنبه وقتی که آموزگاران شکایت میکنند که فرزند آنها خوب تحصیل نمیکند،
به معلم دوغ میزنند. میگن که فرزندی بعد این خیلی نیست، یا میگن که اگر خواهد خواند نخواهد نه. من شخصا میشناسم بعضی پدر و مادران را. شما هم میدانید، همین شما هم میدانید که در صنف شما چه خیلی بچه ها تحصیل میکنن، هم صنفانتون چگونه هستند، حتی پدر و مادر یکدیگر را خوب میشناسید. خب بچه عزیز، بلال گفت که برای اون بهرام فیروز به حکایه معلم سختگیر نام گذاشتند که همین معلمه صالحه کریمووا سختگیر بودند. همین شما همین خیلی فکر میکنید همین معلم سختگیر نام حکایه از صالحه کریمووا گرفته شد. خب مرحمت. از خود همین اثر که گرفته شده است که معلمه سختگیر، یعنی این معلمه سختگیر نبود، یعنی که صالحه کریمووا یک آدمی بود که یک کسی بود که خیلی دلصاف، دلنیا و گبردار بود. این معلمه صالحه کریمووا که از شهر به دهات می آید، نه که با دختران پخت و پز، دوزندگی و هر گونه امی آرایشی دخترانه رو می آموزند و با بچه ها باشد امی در مسئله امی درباره زندگی که مصلحت میداد. صالحه کریمووا که یکی از امی معلمان بهترین که در مکتب که فعالیت میکرد. نام حکایه از سختگیری معلم گرفته نشده است. پس برای چی بهرام فیروز نام حکایه رو معلم سختگیری گذاشت؟ اون مرحمت. این حکایه در سختگیری معلمه صالحه کریمووا را در نظر ندارد. این حکایه از حیات خودش این نام را گذاشته است، یعنی معلم سختگیر حیات خودش را در نظر داشته بعد این نام را گذاشته است. این به معلمه دخل ندارد. خوب، این یک فکر است. باز کی چی گفته میتواند؟ مرحمت. معلم سختگیر صالحه کریمووا را در نظر نداشته، یعنی حیات گذشته شادی را در نظر دارد. کی هست همین معلم سختگیر؟ هست همین خیلی معلم هست یا نه؟ مرحمت. نه، معلمه صالحه کریمووا این معلمه سختگیر نیست، بلکه این معلم سختگیر از نامی از حیات همان، یعنی از زندگی همین بهرام فیروز گرفته شده است. همین معلم سختگیر در دوشنبه هست یا در همین تالار هست؟ نه، نیست. خوب، برای اون که بحث بسیار طول نکشد، خوب باز یکون فکر دیگر هست. این معلم سختگیر زندگی می باشد. بهرام فیروز معلم سختگیر را زندگی است. درست است. برای همین گپ یک کف‌کوبی میکنیم. اصلا هر کس در زندگیش 3 معلم دارد. معلم یکم پدر و مادر است. معلم دوم آموزگار مکتب است. معلم سوم زندگی است، خلق است. اگر معلم یکم سختگیری نکرد، معلم دوم سختگیر می شود. اگر معلم دوم هم سختگیری نکرد، معلم سوم همیشه سختگیر است. مثلا شما یگان کاری نامعقول میکنید، پدر و مادر شما برای اون که شما رو ایرکه اگر به وای رسانده باشد یگان چیزی نمیگوید. خوب، در مکتب معلم هم به یگان سبب به شما گپی سخت نمیزند، یعنی شما رو زورش نمیرسد که از راه بد برگرداند، لیکن زندگی همیشه از راه بد برمیگرداند. چقدر زور نباشید، چقدر خودتون رو بزرگ نتراشید، چقدر شما خودتون رو از همه بلندتر نگیرید، از دو سر زندگی آدم رو در جای خودش شنانده میتواند. همین شادی، یک مکتب، یک دهه از دست شادی به داد آمده بود، یک دهه. لیکن عاقبت چی گفت؟ من به دیدار شما زار هستم. یعنی معلم سختگیر زندگی است. رودکی یک مصرع دارد، کی به خاطر میبرد؟ هر کی ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. و باز یک بیت دیگر، برو ز تجربه روزگار بهره بگیر، که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. بچه زیرک، فرزندی نیک،
فرزند حقیقی پدر و مادر اول از پدر و مادر می آموزد، از معلمان نزدیکترین، بعد از مکتب، از آموزگاران، بعد از زندگی. برای همین ما آرزو میکنیم که شما پیش از همه فرزندی هر سه همین معلم باشید، هر سهش هم آموزگار است. خدا نکند که استادی شما فقط زندگی باشد، هم پدر و مادر، هم آموزگاران مکتب و هم زندگی باشد. خوب دوام میدهیم. بیاید رفتار شادی را درستتر محاکمه کنیم. از دست شادی معلمی بهترین مکتب اون وقت به دهات به مکتب دهه از شهر احیان آموزگار میرفت. اگر یگان کس را میفرستاندم به دهه میگفت که میبخشید من به دهه نمیروم. اون دهه های 50 60 70 سال پیشینه دهی امروز نیست. اون وقت مکتب هم به نامش وجود داشت، یک بنای فرسوده بود، بدتر مکتب ها پیدا شدن. همین خیلی یک معلمه، یک زنی خوب، یک زنی با فراست، با سواد، دلسوز، در عین زمان سختگیر. معلمه صالحه کریمه و سختگیر هم بود. اگر سختگیر نمی بود به خانه شاگردانش رفته از پدر و مادران طلب نمی کرد و رفت و همین خیلی معلمی خوب از دست شادی مکتب رو پرتافت و باز به شهر برگشت. چی کار کرد شادی؟ وقتی که معلمه از در آمد، شادی کرسی رو شکسته بود. وقتی که معلمه به کرسی نشست، کرسی پاره شد و باز معلمه از شرمندگی از صنفخانه برآمد. جایش امانت گذاشته بود. معلمه آمد نشست، کرسی پاره شد، افتید و معلمه هم شرم داشت و هم چیکار کرد؟ لنگان از صنفخانه برآمده رفت و با همین دیگر بر نگشت. چرا یگان همصنف شادی اعتراض نکرد؟ یا یک کس اعتراض کردن، یک نفر. برای اون که همه اونها از شادی میترسیدند، یعنی میترسیدند که شادی به سر آنها زوری کند و مشت خود را به سر آنها فرارد. یک دخترک نترسیده؟ همین قدر پسرها یک دخترک به نام مرهم نترسیده به سر او داد زد و او را گپای قبیح گفت و شادی باز به سر او هم دست برداشت و او در جایش شیشت. یعنی به هر حال یک دخترک اعتراض کرد. وقتی که بچه ها همین خیلی حکایه ها رو میخوانید به اطراف خود نگاه کنید، ببینید که یکی شادی شما نباشید. ببینید که شادی در صنف شما همین خیلی نامعقول کرده، شما تماشابین هستید. بعضا اگر یگان خواننده یا همصنف ما یگان رفتاری بد ظاهر کند، ما میخواهیم که به پدر و مادرش یا به راهبر صنف یا به راهبر مکتب خبر دهیم، لیکن در از فکر خود برمیگردیم. برای چی بسیار وقت همصنفان خاموش میستند، به راهبر مکتب به دیگرها همین خبر رو نمیرسانند؟ مرحمت. بعضی خواننده های هستند که از ترس خاموش میستند و بعضی ها هستند که با عقل بوده برای فایده آن خواننده فکر کرده میگوید که شاید فردا اصلاح شود. خب برای چی ما مثلا مساعده نمی کنیم که از این راه برگردد؟ برای چی ما فرض کردیم یک کس در صنفخانه رو شکست یا یک نفر نوسو سیگارت میکشد، خب ما میدونیم که همین کاری خوب نیست، یا یک بعضا میبینیم که یگان همصنف ما دزدی میکنه. چرا ما به ماموریت مکتب یا به راهبر صنف یا به پدر و مادرش خبر نمیکشیم، خبر نمیدهیم؟ همین خبرکشی است. خوب مرحمت. برای آنکه در مکتب در نوبت طلبان با او لقبی بوز میمانند. درست است.
درست است برای یک گپ برای اون که بز نگویند یا خبرکش خبرچی نگویند ما بسیار وقت خاموش میستیم. بعد چی میشود؟ بعد کار به درجه میرسد که خود همین آدم روز به درجه بزی میرسد، یعنی به درجه حیوانی میرسد. برای همین یگان چوری دیگر دیدن در کار. اگر یک نفر اعتراض کند بچه عزیز گوش کنید، در صنف شما فرض کردیم سه نفر شادی هستند. اگر یک نفر اعتراض کند همون 3 نفر غالب می آیند. لیکن اگر 5 6 10 نفری شما اگر گوید که تو چی کار میکنی، تو چی گفتی سادی، این صنف ما است، ما هم صنف هستیم، من خبر میکشم، این خیلی نه از پس تو نه، حاضر روی راست خبر میکشم و 5 6 نفری دیگر اگر به شما یاری رسانند، صنف می شود، مکتب می شود. در کوریای جنوبی در یک صنف 60 نفر میخوانند. ما میگیم که 30-35 نفر اینقدر بسیار است، لیکن در همین کشور کوریای جنوبی در یک صنف خانه 50-55-60 نفر میخوانند و از همین 60 نفر 50 نفر باباهای اعلی میخوانند، برای اون که همه یک نفر هستند. یک نفر اگر بهای بد گرفت، مثلا میگن که در کشور ژاپن اگر از بچه های صنف یک نفر بهای بد گرفت، دیگرها خیلی راه افتاده میشوند، زیق میشوند که هم صنف ما بهای بد گرفت. از همین سبب اون کشورها پیش رفتند. فهمیدید؟ برای من ترسیدن در کار نه. واقعا اگر یک نفر به راهبری صنف یا راهبری مؤسسه از این حادثه خبر کشد و دیگرها تماشا کرده ایستند، اون وقت چه بدبختی است. ممکن است که یک 7-8 نفر شده شما بر ضد او، بر ضد همین خیل بچه ها مبارزه برید. نامعقولی های شادی در مکتب حساب نداشت. در خانه با مادرش چه خیلی مناسبت میکرد شادی در خانه با سخنهای مادرش گوش نمیکرد و مادرش را نمیپسندید و از همین سبب او با کارهای بد نیز دست زد. از همین سبب همین که شادی با کارهای بد دست میزد او رو همه بد میدیدن. همین مادری شادی چه خیلی مناسبت میکرد با فرزندش؟ با فرزندش او مناسبتی با مهر، یعنی مهرش به فرزندش زیاد بود، نمیخواست که فرزندش مادر رنج دلش از مادر موند و همین چی کاره که شادی میکرد مادر با او اجازت میداد، یعنی پیشگیری نمیکرد. برای چی؟ برای آنکه صغیره بود، یعنی یتیم بود. پدرش در جنگ وفات کرده بود، شهید شده بود. اکنون با یک جای بسیار حساس حکایه رسیم. پدری شادی در جنگ بزرگ وطنی بر ضد فاشیستان نیمیس جنگیده هلاک شده بود. یعنی پدر نداشت. مادر واقعا دلش میسوخت و میخواست که فرزند یگانه‌اش به عذاب کلان شود و برای هم شرایط رو مهیا کرده بود. لیکن همه وقت دلسوز باشد، اگر پدر و مادر شما همیشه برای شما دلسوز باشد، همین خیلی شادی می شود آدم. همین یک مراتب دلسوز بوده، اگر 2 مراتب سختگیری کنند، شرط نیست که شته زنند، شرط نیست که به سری فرزند چوب زنی. یک حادثه رو نقل میکنم. یک ثروتمندی بزرگ ایالات متحده آمریکا است، روکفلر. شنیده که هستید؟ شنیده است؟ میدونید روکفلر. همین روکفلر میلیارد پول داشت. یک روز 2 نبیرش از یختان دو پیاله قایماق گرفته میبرند برای ناشته کردن، برای نانشته، و یکی در راه همین پیاله رو می افتاند و باز میخواهد که رفته قایماق پیاله دیگر رو گیرد و روکفلر میپرسد که کجا میروی؟ میگوید که من قایماق رو بس ریزوندم، افتید پیاله، من میخواهم که باز یک پیاله دیگر گیرم. میگوید که نه،
گوش کنید ثروتمند بزرگ آمریکا میگوید که نه تو حقت رو امروز خوردی اکنون پگاه چه تو باز قایماق میخوری. امی یک نمونه سختگیری است. اگر روکفلر اجازت میداد که همین نبیرش رود علیکه یک قدم به ارکگی میگذاشته می فرض. برای همین اگر بینید که پدر و مادر شما رو ارکه کردنید خود شما را چی کنید رد کنید. و شادی هم از اون سبب ارکه شد که همین مادرش گاه سختگیری نمیکرد و در آخر حکایه شادی از مادرش ناراضی می شود. اکنون که جواب می دهد؟ مرحمت. وقتی که مادر به عادت پسرش به حبس می آید و وقتی که به پسرش می گویند که مادرت نست و آمده است مرحمت به بخوری، پسر رد می کند، می گوید من نمیخوام روی او رو دیدم و سببگاری به همینجا آمدن من خودی مادر من هست. اگر که او در وقتش گربه همسایه را علاب سر داده و به سگ همسایه سوزن داده مرا از این راه بر میگردان، شاید من حالا در اینجا نبودم. درست است. بینید مادر اینقدر مهربان بود، تمام چیزی که در خانه بود برای شادی صرف کرد، لیکن در آخر شادی چی گفت؟ من از این خیلی مادر بیزار هستم. برای چی؟ برای آنکه سختگیر نبود، برای آنکه مرا ارکه کرد. عیب مادر چندان عیب مادر نیست. مادر همیشه رحمدل است. لیکن از من همین ما رو بعضی پدر و مادران هم همین محفل رو تماشا میکنند، برای اون که ما در کوچه بزرگ بعضا وا میخوریم میگویند که ما هم تماشا میکنیم. من با مادران شما با مادران همین ما از جمله با مادران تماشابینان مراجعت میکنم که با فرزندان خود مهربان باشند، در عین زمان سختگیر هم شوند تا یک روز شما از مادر خود از پدر خود ناراضی نباشید. درست است. گفت که من این خیل مادر ندارم، لیکن باید شادی این خیل نمی گفت. شادی وقتی شما کودکی 5-6 ساله هستید سری شما رو سیله کرده بچه جان و پسر جان و دختر جان گفتن ممکن است، لیکن وقتی در صنف 7 و 8 تحصیل میکنید هنوز هم سری شما رو سیله کردن عیب است. وقتش است که شما سری مادر خود را سیله کنید. برای همین شادی باید در سن سال 15 16 17 18 باید چی میکرد؟ به خود می آمد انا در همین کار حق همسایه ها گناهکار هستند. همین خیال هستند. اگر همین مردم دیه شرط نیست که شادی را زنند، شرط نیست که شادی را تنبیه دهند. همین به مادر شادی اگر یاری رسانه شادی همین معلم سختگیر باید خلق باشد، زندگی باشد. سختگیر است، بعضا همین سختگیری در وقتش می آید، بچه های اسلام می شوند، بعضا دیر می شوند. و یک بسیار مصیبت گران است وقتی که فرزند از مادر روی میتوند، بسیار مصیبت گران است. تمنا به فکر تو شادی وقتی که مادرش به عیادتش آمد به محبس به زندان، شادی چیکار میکرد؟ شادی باید مادرش رو رد نمیکرد، میرفت سخنان مادرش رو گوش میکرد. وقتی که هر یک شخص خودش بر کمال میرسد باید خودش فکر کند که کدام راه درست است کدام راه نادرست است. بین گفت که من این خیل مادر ندارم، من از این خیل مادر بیزار. به فکر تو چیکار کردنش در کار؟ باید شادی به از مادرش عذر میپرسید که و اینقدر عذاب‌هایی که من به شما دادم و بالای این به حبس افتادم و باز شما به دیداربینی من آمدید. باید همین سخنان را به مادر خود میگفت، اما او مادر خود را رد کرد، یعنی گفت که من چنین مادر ندارم. این کاری خطا است. همین
شادی در محبس در زندان آدم شدم اصلاح شد اما دیر شد البته خب به هر حال اصلاح شد گلصفت در یک جا شادی را تعریف کرد چی گفت؟ در جای کتاب آمده است که گلصفت شادی را همچون تعریف کرد وقتی که صالحه کریمه آمدگی بود شادی برای راست و به همسایگانشون کمک میکردستی همین پیرانسالان رو گرفته به خانه های آنها رفته یاردم میداد این بر وقت لیکن در یک جای کتاب اگر حکایه را با دقت خوانده باشد در یک جا همین گلصفت در همین یاوان در نزد جویبار در نزد کانال هنوز شادی در درون نقب بود گفت که همین شادی بچه دیگر شد آدم دیگر شد و سبب دیگر شدنش را هم گفت مرحمت وقتی که شادی را زندانی کردند شادی در زندان یعنی کتاب های زیادی بدی را مطالعه میکرد از همین سبب او انسان خوب گشت یعنی دانش گرفت به فکر من کسی که در مکتب نخوان زندگی بعد خودش میخوانند درست است مثال های خیلی زیاد است وقتی آدم به زندان می افتد بسیار دوستانش میگریزند بعضی دوستان یک یا دو مرتبه می آیند بعد دیگر خبر نمیگیرند خیلی خویش و تبار هم اگر از زیاد عمده رفتن بعضا خسته میشوند یگانه دوستی که همراه آدم در زندان میماند کتاب است من یک نفر رو میدانم که روی راست به همه به مردمی خیلی زیاد اقرار شد که اگر کتاب نمی بود من در زندان قیها نابود می شدم و زیاده از 3,500 کتاب خوانده است به زندان هم بعضا ادیبان را دعوت میکنند همین زندان اصلا محبس برای اصلاح شدن است برای توبه کردن برای راه راست در آمدن درست که نه هم در زندان اصلاح می شود لیکن بسیاری ها از راه بد می گردند خوب یک مرتبه یک کاری بسیار نفرت آور میکند وقتی بدیه عطار می آید این چی حادثه بود؟ وقتی که همین عطارها از شهر به دهات می آیند شستی ماهیگیری رشته سوزن می آورند و همین شادی می خواهد که شستی ماهیداری گیرد و او از رفته به خانه از خانهشان کرته پدرش را آورده به همان عطار می دهد چون که او پول نداشت و بعدا همین بیبی او خواهر او فراغت و بیبیش میگوید و بعدا آنها میوان کرته پدر فراغت را میگیرند گلنوزه همین پدر شادی در جنگ هلاک شده است پدرش نیست همین کرته را یگان کس دیگر نمی پوشد خیلی اگر میفروخت هیچ که ابدی نداشت یا بد است به فکر من بد است چون که او از پدرش است یادآوری درست است یعنی از پدرش یادگار مانده است پیراهن پدر شادی به بیبیش خیلی عزیز بود زیرا وی هر شب آن پیراهن را به ته سرش میماند و خواب میرفت او را میبویید یعنی پیراهن را میبویید و میگفت که از این پیراهن بوی پسرم میآید و همین طریق هنگامی که دید شادی پیراهن را میفروشد و به غضب آمده پیراهن را از دست شادی میگیرد و میگوید این کار را نکن این نشانه از پسرم است یعنی نشانه از پدر شادی است درست است وقتی که آدم بیناموس می شود فقط پیراهن پدرش را هم می فروشد برای یک سامان گریه میکنه چنان که تمنا گفت شادی میگوید که چرا ای مادر وقتی که من پیشک همسایه را کرسین ریخته آتش زدم چرا وقتی که بسگ همسایه سوزن دادم تو مرا از این راه بر نگرداندی همین وقتی که برای یک سامانی یا برای یک دوچرخه فرزند ارکه می شود پدر و مادر چیزی نمیگوید بعد 5-6 سال میگوید که اگر به من ماشین نخری به من تلفن نخری یا به من خانه نخری من به مکتب یا به دانشگاه نمی روم و این بسیار بدبختی است از این فقط یک خاندان نه از این محله از این دهه از این کشور از این مملکت ضرر می‌بیند خدا نکند که فرزندان ارکه در مکتب‌های ما
خیلی زیاد باشند. خوشبختانه امروز چنین نیست. یک زمان تمام همه گل‌های قد راه هست، کوچه‌های دوشنبه است که بچه‌ها پایمال می‌کردند. 10-15 سال پیش فرض کردیم از مکتب 55 بچه‌ها می‌برامدن، از کدام مکتب شهر برآیند دیگر از روی گل‌ها می‌گذشتند. امروز ما می‌رویم گل‌ها شکوفان هستند. البته گاه به نظر می‌رسد خیلی کم. یک گپ دیگر، مؤلف روزنامه‌نگار فرض کردیم استاد بهرام فیروز میگویند که ما آرزو می‌کردیم که مادران ما مثل مادر شادی باشند و بعد یک جمله می‌آورند. همین جمله چی است؟ مؤلف بهرام فیروز میگوید که کاش مادری ما هم به مثل مادر شادی مهربان نرمدل میبودند که ما را ارکه کلان میکردند، ولی اما ما خرد بودیم و بیعقل بودیم. این یعنی بیعقل بودیم به چه معنا؟ یعنی که به معنای که مادری ما که ما را اینقدر ارکه نکرد و به ما جنگو ما را سخت گیری کردند. یعنی بعد در آمد دیگه من باید تاکید کنم که ما شرطاً مؤلف میگوییم، بهرام فیروز میگویم. اصلا پدر و مادری بهرام فیروز چی تماما دیگر بدن. ما برای آسانتر شدن محاکمه بهرام فیروز میگم. اصلا این روزنامه‌نگاران یک نفر یک شخصی دیگر است. خب من میخواهم یک 5-6 نفر از شما فکری ملاحظی خود را وابسته به همین حکایه بیان نماید. شما چی فهمیدید؟ از همین حکایه به چی خلاصه آمدید؟ چی گرفتید؟ و نظر شما به زندگی چی شد؟ چی خیل شد؟ مرحمت. خوب از اول سر میکنم از تمنا. فکر من همین است که اگر معلمه صالحه کریمو و به دیگر مکتب نمیرفت، یعنی که به مکتب سبزار نمیرفت، شاید شادی از همین راه برمیگشت و شاید به حبس هم نمیافتاد. از همین سبب، یعنی که یکی از سبب‌هایی که به حبس افتادن او شاید معلمه صالحه کریمو و میباشد. اگر که او در همین مکتب میموند و زیادتر کوشش میکرد و شاید شادی از همین راه برمیگشت. من گمان میکنم که اهل دهه گناهگار هستند که معلمه را برنگرداندند. آدم خوب را همیشه باید همه برگردانیم. یک کس رنجاند باید دیگرها عذر پرسیم. خوب من میخواهم که دیگر حکایه های بهرام فیروز را خوانم. خوب یک حکایه را دیدیم اینقدر عجیب، با حکایه های دیگری استاد بهرام فیروز چقدر عجیب تر باشند خواندن در کار است. من میخواهم که فکر و عقیده های خود را عید این حکایه بیان سازم. چی طوره که همگان میدونیم تعلیم و تربیه هر یک فرزند اول از اویله آغاز می‌یابد و چی طرز رفتار نمودن فرزند را اول پدر و مادر باید به ذمه گیرند. چی طوره که قید کردیم پدر و مادر در زندگی هر یک فرزند نقش معین دارند، یعنی نقش بزرگی را اشغال میکنند و همین طریق به عقیده من اگر مادری شادی هرچند که دلسوز بود اگر کمی هم باشد وی سختگیری میکرد، شاید که شادی از راه و کردارهای بد برمیگشت و به آدمی خوب مثل بهرام فیروز میموند. زیبا. همین ما در همه جا مادر خود رو معرفی میکنیم. اگر من به شما پسند آمدم، این چنین معنا دارد که مادر من به شما پسند آمد. اگر شما به ما پسند آمدید یا به تماشابینان یا به دیگران، این چنین معنا دارد که مادر شما را تربیه کرده است. برای همین میگن که آچش بین بچه‌ش گیر، یا آچه چگونه بچه نمونه. بیشتر مادر. حتی فردوسی گفته است که اگر مادری شاه بانو بودی مرا سیم و زر تا بزانو بودی. یک نفر گفت که من به یگان فرزند 5 سوال میدهم، بعد همین 5 سوال قریب به خطا گفته میتوانم که مادرش چگونه زن است. یعنی احتیاط شوید که در همه جا به شما نگاه کرده به رفتار و گفتار شما به مادر شما بها میدهند. درست زیبا. مرحمت. با کی چی گفتم میخواد؟ من امروز فهمیدم که زندگی خود یک معلم سختگیر است که هر یک شخص را در راه درست را نشان میدهد. بر راه درست میدرارد. درست است. آفرین. باز مرحمت. کی چی گفتم میخواد؟ مرحمت.
در این اثر فهمیده است که چگونه دوستی بد او یعنی آدمی خوب شده است. وقتی که او دوستی خود رو در آنجا می‌بیند که در نقد او کار کرده است و وقتی که با او کم صحبت می‌کند و از صحبت‌های او پی می‌برد که او یعنی یک آدمی خوب شده است، از یک راه بد برگشته است. از یک سخنش می‌فهمد که الکی این همسینفش تماما تغییر یافته است. حکایه های بهرام فیروز با من معقولند. من یک حکایه دیگری بهرام فیروز را هم خواندم. این حکایه با نامش چیسان علاخان گشتم است. چیسان من علاخان گشتم. تو در کدام صنف میخوانی؟ 5A. 5A خیلی در صنف 5A میخواند. الکی حکایه های بهرام فیروز را خوانده است. من باور دارم که حنیفه بزودی کتاب باز زیادتر میخواند. این سال یا سالهای دیگر در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی اشتراک می‌کنه. برای اینکه غیرت کرده یک حکایه خوب، حکایه اندک عجیبی کلان حجم استاد بهرام فیروز رو خوانده است. حنیفه ما یک کفکوبی میکنیم برای حنیفه. این حکایه بسیار به مادران تعلق دارد که آنها باید فرزندهایشان را به طرف نمانند و آنها مهربانی هم کنند و سختگیری هم کنند. و از این حکایه فهمیدم که از به طرف بودن مادر شادی و بسیار هم مهربان کردن شادی به کارهای بد رفته به عاقبت به محبت میشیند. همین نمک بسیار شور است، لیکن اندک و طعام ریزیم با مزه میکردم، لیکن کف ریزیم دیگر طعام بی مزه میشود. از این سبب مهربانی هم سختگیری هم حدی خودش رو دارد. بچه عزیز، من میخوام با اونچه که آرزو محمد بیان کرد با محفل امروزی بهتر از دوست حسن انجام بخشم. آرزو محمد بسیار گپی خوب زد. باید مادران ما هر یک مادر و هر یک پدر هم از جمله همین حکایه معلم سختگیری بهرام فیروز رو باید خواند، برای آنکه در کار است. تا صف شادی ها قهرمان همین حکایه، درسترش قهرمان نیست شادی، یک سیما، یک نفر، یک پرسنژی همین حکایه هست. تا صف همین گونه شخصان در جمعیت ما کم گردند و مثل خودی بهرام فیروز شخصان دانشمند، وطن دوست، معلوم، مشهور، نامبردار خلق کشور در تاجیکستان ما زیاد باشد. تماشابینان عزیز، این بود محفل نوبتی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان. در این محفل ما همراه یک گروه خوانندگان فعال مؤسسه تعلیمی میانی عمومی رقم 26 ناحیه اسماعیل سامانی یکی از حکایه های بسیار خوبی استاد بهرام فیروز معلم سختگیر را محاکمه کردیم. شاد باشید تا محفل دیگر.